ترسناک از خونه متروکه 4 سال تولی 4 سال تولی کسی اومده ترسیده و رفته فرار کرد. واقعا خواهی کرد. بچه ها ویدیو ترسناک داریم. بچه ها بریم خوش کی رفته ریدم آجی. خب بنای ساخته شده 4 سال متروکه. بچه ها میگن جند اینجا داره و فلان. ببینیم باش آجی نمیام بلوش منطقه اصلی طبقه آخرشه. چیزایی میگه آجی یک چراغ‌بد روشن کن. دست یک تصویر در فرش چراغ‌بد روشن شد. شعار رشن هر چیزی ممکنه اینجا باشه. هر ترس فنگ روشن کرد. بچه ها بیان اینجا روشن ریدم اینجا. دیو منظره آجی این چراغ‌بد میدم بلال آجی چراغ‌بد روشن میکنی بده دمه بیشتر دمه چراغ‌بد روشن میکنی. بنای خیلی ترسناک. بچه ها اومدیم روبرو آجی میخوام صدا بزنیم چی میشه؟ بچه ها میخوام کسی اینجا هستش نشون بده خودش. یه چیزی هستش اشوا خیلی تحت شاید یه چیزی میدن چیزا اینجا هستش. طبقه دوم بریم صداهای عجیبی یه منطقه پیدا میشه. هر همین ما داریم میریم پایین. ترس نگاه آهنگ گذاشتیم با کنیم اتاقا تک تک رو بررسی میکنیم. چیزایی داره نشون چیه؟ واو من خودم آجوری اولا یه چیزایی داره خودشون نشون میده. کسی اینجاست؟ چیزایی طبیعی نیستش اینجا. اینجا من نمیدونم ولی نماشم رفتش
بریم آجی بریم که خیلی خرابه میکنیم آجی اینجا چیزایی واقعا خودش نشون میده واقعا سازا عرض بریم پایین بچه ها که احساس کنیم خطریه اینجا بریم که واقعا اینجا در آمد برنامه دارم اگه باشه میسیم سنده عرض سور خودم دارم میرونجم یا اسمس میزنن چیز رو نشون میده واقعی هم هستش به امام حسین باشم به جانم به مرگ مادر نمیجد بچه ها روشن کردن اینجا الان میگن یک چیزی هستش مثلا علی رو قشنگ میگیره اجسامی که روح داشته باشن رو میگیره خودتو نشون بده جان اینجا خرابه های کاره حالا خرابه این وقت بیا برم آقا به چهار عباد نمید برنامه و دستگاه روشن کردیم الان دنبال موجود غیر طبیعی میگردیم اگه خودشو نشون بده دست اینجا هستش یه نشونه بهمون بده سازه عجیبیه الان بیرونه منطقه 3 الان میخوام بیرون رو بهتون نشون بدم اینجا عجیب هیچ کس نمیتونه الان بچه ها میگن به جن داره الان ترس سر تا پامون رو گرفت والا میبینی؟ به صفحه بگی گوشی رو چه اینجا خیلی بزرگه ها نگاه دوتا شده دو تا همش همون دوتا که گفتی میگیره آره دارم میبینی؟ جسمی هم بیا نگاه جسمی هم اینجا نیست میگی مثلا جسمی میگه همین جسمی اسمی هم اینجا نیستش الکی ملکی نیستش بچه بیارم بالا کجا برم بالا ما ببره اینجا هنوز چیز مشاهده نشده ولی یه چیزایی اشو هر سختر از این نداریم اینجا باشم با دستگاه داره دنبالش یه گروه اومدن اینجا گفتن اینجا ترسناک فلان ما اومدیم بررسی کنیم اگه درست باشه مقامات بالا نشون بده یا نگاه چیزی شما شکل سنسور شما شکل بچه ها دنبالشن این چیزایی داره پیدا میشه نگاه چیزا اشیاء گرد خاک کمونی داره جلو صفحه نشون بده بگی همه چی رو واضح نشون بده حتی گرد خاکار می‌بینی همه چیزو نشون بده گردی این دست منو بیا آجی نشون بده من ببین نگاه کنه قشنگ دست همه منو با گوشی نشون چیز علکی نیستش بچه
طبقه پایین 2 تا از موجودات ماورایی دیده شد. تا الان 2 تا شواهد مدرک داریم. داشتم با نرم افزارهایی که توی اپستور یکی همین جنه من بگی چیزی داداشم نشونه بهمون بده. داشتم با پر روی تمام میره تو دلش. علک طبقه ششم اتاق سوم حالا گلوم خوش شده از درس. یه جا شهر کنید داشتم واقعا آدرنالین یادم آمده چه تحلیلی پیدا شه بدونیم چه خبرید. واقعا ما تو بعد عجیبی زندگی می‌کنیم. ویو رو نگاه کنید کنار این مدرسه هر کسی ممکن باشه. داشت از یعنی بربریم ما داشت با صدای باقوناله میاد. گرد خواهی بندازم پیشه میگیره این هر جسمی و یه چیزی هم نمید هر جسمی که روح داشته باشه رو میگیره. برنامه ها داداش علیکی ملکی نیستش. چیزی هستش بزرگت اومده اینجا مرتوب هر چیزی داداش اینجا پیدا هست. الان کنار باشگاهیم که شخص خاصی هم توش نیستش ولی کنارش چیزا عجیبی. نشونه بهمون بده لعنتی. وای 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 به جون مادرم خیلی بزرگه حاجی خیلی بسا آخ خیلی بزرگ. بچه ها بریم طبقه پایین دیگه بسته خیلی چیزی هم گفتن واسه چیزی هم گفتن فیلم بردار اومدیم کلیپ بگیریم بلاگری فهمیدی؟ میشنوی؟ هیچ خودش کرد شما یکی انگار دنبال مونه باشه. خیلی عجیب اتاقا به مولا الان صدا پا داره میاد. بچه ها ترسی باشم ترسی بچه اینجا اساسا دوتاشون هم همینجا بود. با من بیا اونجا نگاه داخل همین اتاق هست هرچی هست نگاه الان میبینی؟ انگار داره مرقصه میبینی؟ داره مرقصه انگار بیا اینجا بیا اصلا داداش پیشنهاد نمیشه توی این منطقه بیاین ما رفتیم اصلا چی کار تو کار ما نیست. خوشحال شدیم حاجی ولاگ خیلی سمی بریم حاجی که داستان داره رومون تحصیل میده. بود ماورا بود جالبی نیستش واقعا
خیلی عجیب جای خودشو نشون داد. برو بریم. خب علی چقدر نشون میده در حال ما بالا رفتن دستش همه چی عجیبه تو این دنیا.